نظر راجع آمریکا چی؟ آمریکا میبره؟ پشه کجاست؟ پشه کجاست؟ پشه بگو. اینجاست. درست صحبت کن. گیتارم. درست صحبت کن. پاشو پشه. نه گیتارم. گیتار بذار سر جاش. داشت نظر راجع به بازی آمریکا چیه؟ بازی آمریکا با کجا بود؟ فعلا اطلاع ندارم. یه لحظه. با پاراگوئه. اوه 4-1 هم زدنش. همین دیروز بود. اوکی. به به. یک تا با آلمان دارم. 1-2 با آلمان دوستانه بود. کسمت. بالاشو بخون. دوستانه بود. فهمن دوستانه بود بازیشون. نظر میدونی چی؟ آمریکا چیه؟ اوه. کدوم خب زمان از آلمان باز بازی کرده؟ آلمان بود. نه کدوم گاورمنت آلمان بود؟ اون آلمان نمیتونه. شوروی بود یا؟ نه اون روسیه. آلمان نازی. نه. من میشه. کدوم کسمشنگایی شدن میزبان برنامه. نازی نازی دیگه دختره. ناز کن که نازت یه سر به نازه. از این ناز کن که دلم پر از نیازه. بس شراتیش بازیه. بریم بعدی. خب بقیه بازی ها بازی کشیکج رو بیار UFC رو ببینیم برنده این UFC آخری کی بودش. موضوع برنامه راجع به جام جهانی 2028 کیه هم تو این بازی؟ به نظرم ما نیاز به یه بریک داریم. بله نظرم بریک. نازی ناز کن که نازت یه سر به نازه. نازی ناز کن که دلم پر از نیازه. شب آتیش الان فکر میکنم دلغکیم. اوکی همه شد دیگه نگاه تو یه دنیا رازه. دست نزنم. برم کنگم بچه دوستانه بگی بیان ببرن اون پسر مایی برنامه مشکل بود دیگه برای اوتیسم زود کردی ولم کنگم بگو بیان ببرنش. بگو بیان ببرنش. بگو بیان ببرنش. خب به ادامه برنامه ملحق بگو بیان میشیم. ببرنش. ادامه برنامه ملحق میشیم. پسر مایی برنامه دوباره چیزش اوتیسم دیگه زده دیگه تشکر بشیم. بسکیفه کی آورده بیرون بزن گذاشت. آقای سیرتی آروم خب اتفاقی نمید. ادامه بدیم. همه چی با هم حل میشه. نفس بکش به محیط دقت کن. نفس عمیق دم حالا بازدم ما کناریم. لمس کن بس چه مخمشه داره تو اینس بگیره اوی چی شد؟ بیایم راجع به امتحانات نهایی صحبت بکنیم. موضوع برنامه رو یکم عوض بکنیم. اوکی. فعلا که داستانی نیست. خب طبق شرایط می‌بینیم که درس‌های امسال 11 هم 6 درسه شدن. بله شامل فیزیک برای ما ریاضی‌ها، حالا بقیه گزمشنگا رو نمیدونم، ولی ما ریاضی‌ها فیزیک، هندسه و عمومی‌ها که دینی، زبان، عربی، فارسی میشه. خیلی درس نفس بکش اوکی چی کاری بود؟ ما پیشتیم خب
نگران چیزی نباش. نگران چیزی نباش. ترامات شد یه بحث رو عوض کنیم. خب راجب کنکور میرسیم به صحبت کنیم. کنکور. کنکور مثل اینکه به تعبیر نیفتاده برنامهش همینجوری بچه ها و برن کنکور بچه‌ها بدن و این به برن نظرم کنکور نهایت بدن. بی‌عدالتیه. و نه به نظرم عالیه. این کاملا بی‌عدالتیه. وزیر آموزش پرورش گفته وزیر آموزش پرورش خیلی چیزا میتونه تو بگه. میخورین تو خفه شو. سرشو بگیر ببند دهن تو. کسکش کی؟ وزیر آموزش پرورش هر چی بگه درسته. تو کی باشی آخه اصلا وزیر؟ من سوشا گرامی بزرگ. کیه منی؟ چی؟ آره نه خب بشین سر جات خودت بشین اول. تو اول بشین اول تو. من نمیشینم اول تو. وزیر آموزش بشین پرورش. بابا اشین کس نگو اوتیسم خود بزن. میشنوی کی؟ اه خب داشتم میگفتم این نهایت بی‌عدالتی در حق دانش آره بابا به آموزان. نظر من اصلا میدونی داستان چیه؟ وزیر آموزش اصلا پرورش هر چی بگه درست میگه. تو کی باشی که بخوای نظر بدی؟ کیر خر تو کونت. گم میخوره وزیر آموزش کی باشه؟ ها؟ کی تو من کاملا موافقم. به نظر من این نهایت بی‌عدالتی در حد دانش آموزه. در حال ولی میتونی حرفی بزنی رو حرف وزیر آموزش پرورش؟ میتونی؟ در حال حاضر خیلی. خب. ولی ما هنوزم دست به دامن پزشک داریم. ایشالله که بتونه ایشالله نجاتمون بتونه. بده. آقای پزشکیان عزیز با حضور گرم یاشاسیم آذربایجان. یاشاسیم آذربایجان یاشاسیم تراکتور یاشاسیم پارتیش کن. اوکی. یاشاسیم تراکتور یاشاسیم آذربایجان یاشاسیم ادامه میدیم نازی ناز کن که نازت یه سر به نازه نازی ناز کن که دلم بچه ها خوشحال شدم که این اپیزود رو هم تماشا کردیم. ایشالله تا هفته های بعدی یا روزهای بعدی بتونیم اپیزودهای بیشتری از پادکست بچه ها تا فکر بذاریم. پیس.